بعضی از مشتری‌ها جالبه میان داخل مغازه مثلا قیمت محافظ رو میپرسن، بهشون میگی 500 تومن، میگن که مغازه پایینی همین محافظ رو میاد 250 تومن. خب میخوام قیمت رو پایین بیارن حتی به درو. و برای اینجور افراد باید قصه مولا نصرالدین رو تعریف کرد. میگن مولا نصرالدین یه گاوی داشت 10 سکه میارزه. 3 نفر می‌خواستن این گاو رو به 2 سکه ازش بخرن. نفر اول میره پیش مولا نصرالدین میگه که چه بز قشنگی داری، من این بز رو ازت 2 سکه میخرم. و مولا نصرالدین میگه که آقا این گاوه، این بز نیست. و نفر دوم میره و میگه که مولا نصرالدین عجب بز پرواری داری، من این بز رو به 2 سکه ازت میخرم. میگه مولا نصرالدین میگه آقا این گاوه، این بز نیست. بعد از این مدتی میگذره، مولا نصرالدین پیش خودش میگه که نکنه من اشتباه میکنم، شاید این بز باشه. نفر سوم تا میره اسم بز رو میاره، مولا نصرالدین به 2 سکه بهش میفروشه و مولا نصرالدین فریب میخوره. خلاصه شاید فکر کنید که بیشتر مغازه‌ها مثل مولا نصرالدین و فریب میکنن، اما خیلی از مغازه‌ها روزی که جنس رو میارن قیمت گذاری میکنن، روز تا روزی که میفروشن قیمت رو ثابت نگه می‌دارن و گاو شیرده و یا جنس خوب بیارن. و این پست رو بفرست برای اون رفیق تا بفهمه زرنگ‌بازی در نیاره.